صاحب هستم، من کسی غیر از شما ندارم. به پدرم بگم، به کی بگم درد نگفتم؟ مریض دارید به امام زمان بگید، علم میخواید به امام زمان بگید، کار میخواید به امام زمان بگید، گرفتارید به امام زمان بگید، عزت میخواهید به امام زمان بگید، سیر و سلوک میخواید بکنید. میگه آقا موندم به سراغ هر آخونده میرم، یکی صوفی زده است یکی سنی زده است. تو هر روز زیارت آل یاسین بخوان. اگر هدایت نه اینی که امروز بخوانی فردا بیای، آقا جان بار گناهمون سنگینه، 40 روزی 1 سالی باید در بزنی، ولی والله اگر در بزنی والله هدایت میکنن، والله نشان میدن، والله راه نشان میدن. بعد 1 ساعت بعد از اون بنشین منتظر اون لحظه، منتظر اون نسیم. ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟